ای پسرم بابا جون و این چی رفتار و چی کردار و چی گفتار است؟ بیشتر بیا خوب گوش کن. گوشتم بابا جون از بی‌ادبان کنار بودن ادب است. از اهل ادب ادب شنیدن ادب است. با بی‌ادبان ترک ادب نیست ادب. با بی‌ادبان ادب نمودن ادب است. و با ادب باش. از بزرگ پرسیدن ادب از کی آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. هر آن چیزی که آنها کردن من نکردم. میدانی شمس تبریز چی میگه؟ چی میگه بابا جون؟ میگه نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است، لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. همین آدمی زاده فرزند آدم هستی بله؟ بله بابا جون. آدمی زاده اگر بی ادب است آدم نیست. فرق میانی بین آدم و حیوان ادب است. پسرم یک دو روزه که در این ملک جهان مهمانی با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. الله متعال به یگان مخلوقش نداده به فرزند آدم داده. چی داده؟ عقل. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست؟ عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. چشم بکشا و ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. رو پسر پند پدر گوش بکن هر شب و روز. دولت و ثروت و تاج سر مردان ادب است. یاش گوشت بابا جون. با ادب باش. فهما؟ گوشت بابا جون. خیزه که رفتیم خونه. رفتیم بابا جون.